اونا کافر گفته آدم بی خدا رو میفهمه. حالی مردم مایم بعضی مسلمان های شنیدیم که با مردم وعظ میگفت شیطان مسلمان میگفت. برای چی؟ برای اون که وای قسم به الله خورد، وای به الله تعالی ایمان دارد، وای کافر نمیگفت شیطان، نعوذ بالله. برای اون که شیطان میگفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به بزرگی ای الله من آنها را گمراه. اونا فقط فکر میکردن که کافر آن آدمی که به بودن الله تعالی باوری ندارد، همونا کافر فکر میکنن. این غلط است. مسلمانی که مثلا کسی که به الله تعالی ایمان دارد همه ارکان اسلام اجرا میکنه، لیکن گفت که جبریل خیانت کرد، جبریل شریعت آورده به جای اینکه به حضرت علی بیارد به حضرت محمد آورد، خیانت کرد، بدو کافر است اگرچه همه ارکان اسلام اجرا کنه.